نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا صل. ربط سوره مبارکه زخرف را با سوره شورا عرض کردیم که در این سوره اشکال دیگر از اشکالاتی که بر مدعای سوره مبارکه حامیم مؤمن بود جواب داده میشه و در این سوره تعدادی از دلایل عقلی و 4 تا دلیل نقلی که یکی اجمالی هست و 3 تا تفصیلی اونها بیان میشه. الله عز و جل ابتداءً سوگند یاد میکنند به کتاب مبین. حامیم والکتاب المبین. واو قسمیه هست. قسم به کتابی که روشن و واضح هست. جواب قسم چیه؟ بعضی گفتند که جواب قسم هست انک لرسول صادق. ای پیامبر قسم به این کتاب روشن و واضح که شما رسول و فرستاده صادق خدای عزوجل هستید. شما پیامبر صادق الله تعالی هستید. اما بعضی دیگر معتقدند که جواب قسم در ادامه هست. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. یعنی قسم به قرآن، قسم به این کتاب مبین که همانا ما این را قرار دادیم قرآنی به زبان عربی. لعلكم تعقلون، شاید شما به عقل و خرد بیایید، شاید شما درک کنید. البته در این صورت اشکالی وارد میشه که چطور خدای عزوجل قسم به قرآن ذکر کردند و حلف خوردند و سوگند خوردند به قرآن بر حقانیت خود قرآن. قسم به قرآن که این قرآن به زبان عربی هست. این اشکالی هست. انسان برای اینکه این قرآن تعقل هست، قرآن تدبر هست، کتاب خداست، باید دلیل دیگر ذکر بکند، باید شاهد دیگر و گواه دیگر را ذکر بفرماید، نه اینکه از خود قرآن مجید. جواب دادند که در واقع این از اون نوعش هست که دلیل روشنتر و دلیل واضحتر برای اینکه این کتاب خداست از خود این قرآن دلیل روشنتر وجود ندارد. این مثل این میماند که در فارسی معروف است
آفتاب آمد دلیل آفتاب. من برای شما ادعا میکنم که خورشید طلوع کرده، آفتاب بالا زده، شما میگه به چه دلیل؟ من میگم به خود آفتاب نگاه کن. یعنی هیچ دلیلی از خود آفتاب بالاتر نیست. لذا اینجا که خداوند عزوجل این کتاب را کتاب قرآنی به زبان عربی برای تعقل و تدبر معرفی فرموده، دلیلش چیه؟ مدرکش چیه؟ خود کتاب مبین. خودش را نگاه کن، خودش را بررسی بکن، مطالبش را، مواعظش را، قواعدش را، دستوراتش را و اخبار ماضیه را، پیشگویی های درباره آینده را، همه را وقتی که نگاه میکنی به این نتیجه میرسی که واقعا کتاب خداست. و ما این را قرآنی به زبان عربی قرار دادیم شاید شما تعقل کنید، بفهمید و درک کنید. و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. بقیه اوصاف قرآن الله می فرماید این کتاب در ام الکتاب یعنی در لوح محفوظ نزد ما لعلی حکیم. علی و حکیم است. علی یعنی دارای منزلتی بلند و حکیم مملو از حکمت. در لوح محفوظ این کتاب جایگاهش بسیار رفیع است و مملو از حکمت. هر چی که علم الهی است در لوح محفوظ است. و بعضی گفتن نه، این معنیش اینه که این قرآن در لوح محفوظ نامش علی و حکیم است، یعنی بلند مرتبه و پر از حکمت. افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. حال الله عزوجل پاسخ میده به بعضی از اشکالاتی که مشرکین مطرح میکردند، دشمنان مطرح میکردند. اونها عمده اشکالشون این بود که چرا این قرآن بر رسول مکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده. از این حسادت داشتند، از این ناراحت بودند. الله تعالی می فرماید ای پیامبر افنضرب عنکم الذکر صفحا، آیا ما برگردانیم از شما ضربه وقتی که با صله عن بیاید هم به معنی اعراض میشه. آیا ما برگردانیم از شما قرآن را؟ صفحا مفعول مطلق نضربه هست. برگردانیم، برگرداندنی، به خاطر اینکه ان کنتم قوم مسرفین. خطاب در واقع مشرکین را هست که شما از نزول قرآن ناراحتید، از فرود آمدن قرآن ناراحتید. آیا ما قرآن را از شما برگردانیم به خاطر اینکه شما قوم مسرف هستید، قوم مشرک هستید، قوم متجاوز هستید، الاسراف الاشراک؟ نه خیر، ما کتاب خودمون را بر شما نازل میکنیم علی رغم نارضایتی شما، علی رغم اینکه شما دوست ندارید، ما این کتاب مقدس را میفرستیم، چنانچه در پیشینیان ما فرستادیم. الله میفرماید و کم ارسلنا من نبی فی الاولین. چقدر از انبیا را ما فرستادیم در میان اقوام گذشته، در میان اولین. هر پیامبری که آمد همان گونه که شما این پیامبر ما را مورد استهزاء و تمسخر قرار دادید، شما مشرکین مکه بد برخورد کردید، هر پیامبری که آمد باش همین گونه برخورد شد. الله می فرماید و ما یأتیهم من نبی الا کانوا به یستهزئون. هیچ نبی برای آنان نمی آمد، هیچ پیامبری برایشان مبعوث نمی شد الا کانوا به یستهزئون، مگر نسبت به اون پیغمبر اونها تمسخر می کردند. هر پیامبری می آمد استهزا می کردند. پس این استهزا چیز جدیدی نیست. اما نتیجه استهزا چی شد؟ نتیجه مسخره چی شد؟ فاهلکنا اشد منهم بطشا.
الله می فرماد ما هلاک کردیم آنانی را که سختتر بودند از اینها، اونایی که از این مشرکین مکه قویتر بودند، بطشن یعنی از نظر قدرت، از نظر توان، از نظر نیروی جسمی اونها قویتر بودند، لذا ما اونها را مؤاخذه کردیم. برای شما مشرکین مکه هم پروایی نداریم. و مضى مثل الاولین، و گذشته احوال گذشتگان، یعنی احوال گذشتگان را خوندید، قوم عاد و ثمود، قوم فرعون و قوم لوط، شما خواندید که با چه گرفتاری و چه عذابی اونها گرفتار شدند. لذا الله می فرماید که از شما خیلی ها قویتر، از شما خیلی ها نیرومندتر، از شما خیلی ها که ادعایشون بالاتر بود اونها مؤاخذه شدند. شما کی هستید؟ حال بعد از این که الله عزوجل تهدید فرمود، تخویف فرمود، تخویف دنیوی، که کسانی که مثل شما بودند اونها را ما مؤاخذه کردیم، شما هم باید بترسید، شما هم باید بیم داشته باشید. بعد از این دلیل توحید اعترافی ذکر میشه. دلیل توحید اعترافی همونه که از خود خصم، خود طرف قبول داره این بخش را، خودش قبول داره که خالق الله است، مالک الله است، رازق الله است. خداوند از این بخش استدلال میگیره، استنباط میکنه وقتی که خالق الله است چرا خدا را اله قرار نمیدید؟ چرا خدا را معبود یگانه قرار نمیدهید؟ لذا الله می فرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر از آنان سوال بفرمایید، بپرسید که چه ذاتی آفرید آسمان ها و زمین را، لیقولن خلقهن العزیز العلیم، البته حتما آنها خواهند گفت که آفریده اینها را ذاتی که غالب هست، عزیز هست و العلیم همه چیز را می داند. الله عزوجل در ادامه تنویر می فرماید. این قولی که قول خود مشرکین است، این را خدای عزوجل توضیح بیشتری میده. الذی جعل لكم الارض مهدا، آن ذاتی که قرار داد برای شما زمین را مهدا گهواره، و جعل لكم فیها سبلا لعلكم تهتدون، و قرار داد برای شما در این زمین راههای برای رسیدن به مقصد، راههای برای تردد و رفت و آمد، لعلكم تهتدون، شاید که شما هدایت بشه به این معنی که راه بیابید، به مقصد برسید، به اون جایی که هدف شماست برسید. اگر همهش کوها بود، اگر همهش مسیر صعب العبور بود، هیچ کسی نمیتونست به مقصد خودش برسد. پس الله است که این نعمتهای سفلی را برای شما فراهم آورد و همچنین بعد از این نعمتهای علوی و بالایی. والذی نزل من السماء ماء، آن ذاتی که فرود آورد، نازل کرد از آسمان آب، بقدر، به اندازه. خداوند از آسمان به اندازه آب نازل فرمود، به اندازه نیاز شما. اگر بیشتر، گاهی الله عزوجل گوشمالی های اگر میخواد بده، یا از نیاز بیشتر میده یا از نیاز کمتر میده. اگر از نیاز بیشتر بده، تبدیل به سیل و طوفان و تخریب و عرض کنم تخریب خانه ها و هلاکت دام ها و انسان ها میشه. وقتی که از حد نیاز بیشتر بیاد، اگر از حد نیاز کمتر بیاد، تبدیل به قحط و گرسنگی و دربدری میشه. پس الله عزوجل به اندازه نیاز میده. بالخصوص بلادی و مناطقی که طبیعت اون بلاد طوری هست که اون بلاد واقعا همیشه نیاز به آب آسمان دارد، همیشه نیاز به آب باران دارد. لذا الله عزوجل اونجا هم به قدر میده، به اندازه میده. در بسیاری از بلاد هست که شما اگر بررسی بفرمایید و این مطلب را دقیق نگاه بکنید، الله عزوجل فقط در همون موسم بارش، اون موسمی که
باید باران بیاد و برف بیاد، در اون زمان هم باران میده هم برف میده. برف ها انباشته میشه، برف ها روی هم قرار میگیرد و بهمن های بزرگ درست میشه. برف کوها، این دره ها پر از برف میشه. تا 3 ماه برف میاد، تا 2 ماه برف میاد، تا 4 ماه بلادی که سرد هستن. بعد از اون تابستان میشه، فصل گرما میشه، فصل های دیگه میاد. لذا الله عزوجل بر اساس نیاز این انسان ها، به اندازه نیاز همین برف ها را خداوند کم کم چی میکنه؟ ذوب میکنه. در طول سال، در 8 ماه دیگه، 9 ماه دیگه، تمام اون مردم از همین آبهایی که خداوند به صورت برف برایشون تو کوها ذخیره کرده، از اینها چی میکنن؟ کم کم استفاده میکنن در حد یک جویبار. این یک برنامه خاصی است. حضرت مفتی محمد تقی حفظه الله میفرمود زمانی که به یک جلسه در یکی از کشورهای آسیای میانه رفته بود و نوشته بود تو سفرنامهش که من وقتی که از هواپیما به این کوها نگاه کردم و این برف ها را دیدم که این برف ها به اندازه کوها هستند و چقدر روی هم انباشته هستند، با خودم فکر کردم که خداوند برای تمام سال این مردم الان برایشون آب جمع کرده و بعداً به قدر، به اندازه کم کم برای اونها ذوب میکنه و به حسب نیازشون برایشون میفرسته. اونجا میفرماید که این آیه تداعی شد و این آیه به ذهنم آمد که والذی نزل من السماء بقدر. واقعا اون ذاتی هست که از آسمان آب نازل میفرماید به اندازه که نیاز انسان هاست. عرض کردم اگر از اندازه بیشتر باشد سیل میشه، طوفان میشه، آب بردی میشه، همه چیز در هم بر هم میشه، تخریب میشه. پس اینها همه در واقع نعمت الله هستند که انسانها کمتر به این نعمت ها فکر میکنند. لذا الله میفرماید فانشرنا به بلدتا میتا، ما زنده کردیم به وسیله همین آبها شهر مرده ای را، شهر مرده ای و سرزمین مرده ای که از بین رفته بود، خشک شده بود، به وسیله همین آبها ما زنده کردیم. حال هر وقتی که چنین استدلالی در باب توحید ذکر میشه، الله عزوجل فوراً استدلال و استنباط بر اثبات قیامت هم میفرماید. کذالک تخرجون، این جمله معترضه هست، بحث قیامت نبود، ولی در وسط الله عزوجل این جمله را از این جمله هم استفاده فرمودن. کذالک تخرجون، ای انسان ها، همین گونه شما هم تخرجون، از قبرها بیرون کرده میشوید. یعنی وقتی که شما بمیرید و داخل قبر قرار بگیرید، شما میگید که مرده چطور زنده میشه. ببینید زمین مرده را خدا چطور زنده کرد، انسان مرده را همین طور زنده میکنه. کذالک تخرجون، همین گونه شما بیرون کرده میشید، زنده کرده میشید و از قبرها بیرون میایید. والذی خلق الازواج، الله میفرماید الله آن ذاتی است که انواع را آفرید. خلق الازواج کلها، ازواج را همه را. ازواج منظور مرد و زن نیست، نر و ماده نیست، بلکه مراد از ازواج انواع مختلف است. در هر چیز خداوند جفت آفریده. مثلا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه می فرماید که سیاهی و سفیدی، شیرینی و تلخی، اینا تمام ازواج هستند، نر ماده. لذا می فرماید قال ابن عباس الازواج الضروب والانواع. ازواج یعنی چه؟ ضروب و انواع، اقسام. کالحلو والحامض، مثل شیرینی و ترشی. والابیض والاسود، سفیدی و سیاهی. والذکر والانثى، مرد و زن. گرمی و سردی، تاریکی و نور و روشنی. ببین هر چیز را متنوع آفریده، ازداد آفریده، ضد هم دیگر آفریده. والذی خلق الازواج کلها، همه انواع را، همه اقسام را او آفرید. و جعل لكم من الفلك والانعام ما ترکبون، و الله عزوجل قرار داد برای شما انسانها از کشتیها
و چارپایان اونچه که شما سوار میشید، هم بر کشتی سوار میشید هم بر چارپایان سوار میشید. لتستووا علی ظهوره، تا اینکه شما بر پشت این حیوان یا بر پشت کشتی قرار بگیرید. ثم تذکروا نعمت ربکم. الله عزوجل از انسان انتظار دارد که انسان هرگاهی که از نعمت خدای عزوجل استفاده می کند چندین نوع شکر داشته باشد. ثم تذکروا نعمت ربکم، یاد کردن نعمت رب. این چه شکری هست؟ شکر قلبی، شکر با قلب. یعنی وقتی که شما بر کشتی سوار شدید، بر شتر سوار شدید، بر اسب سوار شدید، بر چارپای یا مرکب و سواری که امروز هستند سوار شدید، ابتدا الله انتظار داره شما فکر کنید. ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیه، سپس یاد کنید نعمت رب را وقتی که بر اون قرار گرفتید، وقتی که بر اون مستوی شدید و بر اون راست قرار گرفتید. و تقولوا، و بگویید. این شکر لسانی است. اون شکر قلبی بود، این شکر زبانی هست. چه بگویید؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله انتظار داره اول با قلب تشکر کنید، سپس با زبان تشکر کنید. تشکر زبان که در این آیات مشخص شده اینه. سبحان الذی، پاک است، منزه است اون ذاتی که مسخر کرد برای ما این سواری را، این مرکب را در اختیار ما گذاشت. واقعا کشتی که طولش 200 متره، این کشتی را یک انسان با یک دکمه یا با یک پدال مثلا این کشتی را داره اداره میکنه. شتری که با اون حجم است، یک بچه با داشتن لگام این شتر را تابع خود کرده و مسخر کرده. لذا الله عزوجل برای ما مسخر کرد این را. و ما كنا له مقرنین، و ما نبودیم که تابع کنندگان باشیم. ما توانش را نداشتیم، ما قدرتش را نداشتیم. قبلا عرض کردم خدمت شما که الله عزوجل که به حیوانات عقل نداده، این خودش یک نعمتی برای ماست که اگر اونها عقل داشتن، درک داشتن، شعور داشتن، هیچ وقت تابع ما نمی شدند، هیچ وقت به ما سواری نمی دادند، هیچ وقت بارهای ما را از تو کوه نمی بردند، هیچ وقت نمی غلطیدن تا ما اونها را بکشیم و از گوشتشون استفاده بکنیم. اون وقت اونها بر علیه ما برنامه ریزی می کردن. لذا اینها را که خداوند به این شکل قرار داد، الله تعالی برای شما مسخر کرد. آیا نمی طلبد که شما انسانها شکر بکنید، هم قلبا شکر بکنید و هم زبانا شکر بکنید؟ و انا الی ربنا لمنقلبون. نعمت خدا را یاد کن در دنیا و همچنین یاد کن که ما در آخرت هم به سوی رب برمیگردیم. و انا الی ربنا لمنقلبون. همانا ما به سوی ربمان، به سوی پروردگارمان لمنقلبون، منقلب میشیم، یعنی برمیگردیم، رجوع میکنیم، اونجا در محضرش حاضر میشیم و پاسخگوی نعمتهاش میشیم. و جعلوا له من عباده جزءا. باز هم سرزنش، توبیخ. خداوند این نعمتها را یاد فرمود، هم نعمتهای آسمانی، هم نعمتهای زمینی، هم نعمتهای انفسی، همه نعمتها. این همه نوع نعمتها برای شما انسان می طلبد که شما انسانها شکرگزار باشید، تشکر بکنید و در عبادت، در ذات و صفات کسی را با خدا شریک نگیرید. اما اینجا گلایه هست از اون انسانهایی که با وجود اینکه این همه نعمت رب را استفاده می کنند، باز هم از عباد خدا، از بندگان خدا برای خدا شریک گرفتند. و جعلوا له من عباده جزءا. و قرار دادن برای الله از بندگانش جزءا، جزئی از بندگانش. بعضی گفتن جزءا یعنی ولدا نائبا، فرزندی برای خدا، نائبی برای خدا، برای خدا قرار دادن. به جای اینکه بنده را بنده بداند، بنده را خدا میداند.
عیسی را ابن الله میگوید، عزیر را فرزند خدا، یا فرشتگان را دختران خدا، یا بقیه اولیاء را، انبیاء را، ائمه را، اینها را بخشی از اختیارات خدا را به اینها میسپارد. میگه نائبان خدا هستند، از اونها استمداد کنید، از اونها بطلبید. الله روی این بر انسان عصبانی هست و سرزنش می کند که وجعلوا له من عباده جزءا، برای خدا قرار دادن از بندگان خدا جزئی، فرزندی، نائبی. ان الانسان لکفور مبین، بدون شک انسان ناسپاس است، ناشاکر است. چقدر ناشاکری! یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان در رابطه با این رب کریم چه چیزی تو را فریب داده که نعمت او را استفاده می کنی، نان او را می خوری، به اصطلاح روی زمین او زندگی می کنی، اون چی که او داده استفاده می کنی، اما ندا می کنی غیر او را، استمداد می کنی از غیر او، سجده و تعظیم می کنی برای غیر او. ان الانسان لکفور مبین، بدون شک انسان ناسپاس واضحی هست، روشنی هست، ناسپاسیش آشکارا هست. بعد از اون الله عزوجل این زجر و این توبیخ را و این سرزنش را ادامه میدهد با ذکر نمونه هایی. مثلا از اون نمونه ها: ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین. مشرکین مکه همونطوری که قبلا عرض کردم فرشتگان را دختران خدا می گفتند، بنات الله. این مطلب را هم قبلا هم تأکید کردم که مشرکین فقط بت عبادت نمی کردند، بلکه اونها اولا بتها را که پرستش می کردند به زعم خودشون این بتها را نمادی از انبیا و اولیاء می دانستند و همچنین فرشتگان را عبادت می کردند، اعتقاد داشتند اینا تقرب دارند و فرشتگان را دختران خدا می نامیدند. خداوند می فرماید در این توبیخ: آیا خداوند از اون چیزی که خودش خلق کرده، فرشتگان را خدا آفریده، از آن چیزی که خودش خلق کرده برای خودش دختر انتخاب کرده؟ ام اتخذ مما یخلق بنات، برای خودش دختر انتخاب کرده. و اصفاکم بالبنین، و شما را برگزیده برای پسر، یعنی برای شما پسر انتخاب میکنه. شما خودتون دوست دارید که بهتون پسر برسه، خدا بهتون پسر بده. اگر پسر، الله عزوجل طبق زعم مخاطبین سخن میگوید، و الا از نظر الله عزوجل هیچ فرقی بین پسر و دختر نیست. این تقسیم الهی هست، اون پسر میده یا دختر میده یا هر دو را میده. اما الله عزوجل طبق دیدگاه مخاطبین، طبق عقیده مخاطبین صحبت میکنه که برای خودش دختر انتخاب کرده، این همه ملائکه، و به شما پسر بده یا برای شما پسر انتخاب کرده، در حالی که شما خودتون وقتی که در خانهتون دختر متولد بشه چه کار میکنید؟ مشرکین مکه واقعا این گونه بودن که قرآن میگه: و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن، هرگاه بشارت داده میشه، مژده داده میشه یکی از آنان، مژده به چی؟ بما ضرب للرحمن مثلا به معنی صفت هست یا به معنی شبه هست. مژده داده بشه به آنچه که برای رحمان صفت بیان میکند. اونها برای رحمان چی صفت بیان میکردن؟ برای الله دختر، میگفته اینا دختران خدا هستند. یا شبهن، برای الله مشابه بیان میکند، چون فرزند انسان مشابه انسانه، از جزء انسان است. لذا اون چیزی که برای خدا اینها به عنوان صفت بیان میکنند، اگر برای خودشون در خانهشون متولد بشه، معنیش اینه که اگر زنشون دختر بزاید، ظل وجهه مسودا و هو کظیم، چهرهش سیاه میشه، ظل وجهه مسودا، از فرط ناراحتی، از بس که ناراحته، و هو کظیم ای مملو غما، یعنی از درون پر از غمه، پر از اندوهه.
پر از ناراحتیه، خیلی ناراحت میشه. خب برای خودت اینقدر ناراحت میشه که دختر خونت متولد شده، چرا برای خدا راحت میگه خدا دختر داره؟ عرض کردم بر اساس دیدگاه خود اونها. او من ینشأ فی الحلیه، خداوند عزوجل زن و مرد را آفریده، زن و مرد بندگان خدا هستند، فرق نمی کنند، برابرند. اما الله عزوجل کمالاتی در مرد آفریده که در زن نیست. باز در زن یک امتیازاتی هست، یک محاسنی هست که در مرد نیست. ولی خب اگر خداوند العیاذ بالله برای خودش نائبی انتخاب میکرد، برای خودش جانشین انتخاب میکرد، زن را که ضعیفتر است، در چه چیز ضعیف است؟ در جر و بحث، در عرض کنم که همیش زن نشو و نمایش، رشد و نموش در چی است؟ در زیورالات است، در ناز و نعمت است. زن هیچ وقت در سختی ها نیست، سخت کوش و سخت کار همیش مرده. لذا الله می فرماد او من ینشأ فی الحلیه، آیا اون دختری، اون زنی که نشو و نمایش در زیورالات است، و هو فی الخصام غیر مبین، و اون در جر و بحث، در خصومت، در جدل کردن زیاد نمیتونه، غیر مبین یعنی واضح نیست. زن خوب نمیتونه استدلال بیاره، خوب نمیتونه دفاع بکنه، خوب نمیتونه بحث بکنه. یعنی از نظر استدلال، از نظر زبان، زن نسبت به مرد ضعیفتره. عموما عرض میکنم موارد استثنایی به جای خود، بعضی وقتها ماشاءالله زنها استدلالشون چنان قوی هست که یک زن حریف 10 تا مرد هم میشه. اما عموما اینطوره که زن در مقابل مرد از نظر استدلال قوی نیست، ضعیفتره. لذا الله عزوجل می فرماید این مخلوقی که الله عزوجل اون را چنان آفریده که نشو و نمایش در زیورالاته، در از همون ابتدا دوستیش، محبتش، علاقمندیش به زیورالات، به لباس خوبه، لباس نرم و ابریشمیه، به تزیین، به آرایش، و بیشتر علاقمندیش این بخش ها هست. مردها نه، مردها کار میکنند، زحمت میکشند، کارهای سنگین به عهده مردها است. و دیگه اینکه از نظر جر و بحث، از نظر استدلال زیاد توانایی نداره. این را شما برای خدا انتخاب کردید؟ عرض کردم بر اساس عقیده خود اونها الله سخن میگوید. و جعل الملائکة الذین، بعد بحث دوم، شما از کجا خبر دارید که ملائکه دخترند؟ شما از کجا اطلاع دارید که اونها مؤنثند؟ الله می فرماید آیا به وقت آفرینششون شما بودید؟ شما اونجا تشریف داشتید که مشاهده بکنید؟ اصلش اینه، شما میدونید که ملائکه از تذکیر و تأنیث بدورند. الله عزوجل ملائکه را مذکر و مؤنث نیافریده. تو اونها مرد و زن نداریم، نر و ماده نداریم. ملائکه با توجه به اینکه از بسیاری از نیازاتی که انسانها و جنات دارند، مثل همین غریزه جنسی، از اینها پاکند، بدورند. اصلا الله عزوجل اونها را مذکر و مؤنث نیافریده. لذا الله به این جهلای مکه میگه شما از کجا خبر دارید که اینها دخترند؟ و جعل الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا، اینها قرار دادن ملائکه را، ملائکه‌ای که بندگان رحمان هستند، این ملائکه را اناث قرار دادند، دختر قرار دادند. اشهدوا خلقهم، آیا اینها حاضر بودن به وقت پیدایششون؟ آیا این زمانی که ما ملائکه را آفریدیم مشرکین مکه، قریش مکه اونجا حضور داشتند؟ ستکتب شهادتهم و یسألون، یعنی الان دارن شهادت میدن، دارن میگن دختران خدا. گویی که به وقت
پیدایش اونها حاضر بودن. خداوند میفرماید این شهادتشون نوشته میشه در دفتر اعمالشان. و یسألون، در روز قیامت از اونها سوال میشه که شما که گفتید دختران خدا، جواب بدید، ثابت کنید کجا دختران خدا هستند. خب وقالوا لو شاء الرحمن، یکی دیگر از یاوه‌گویی هایشان، زجر و سرزنش دیگر، توبیخ دیگر بر عملکرد شنیشان، اون اینه که الله می فرماید اینها همیشه وقتی که از نظر استدلال کم میارند، وقتی که نمیتونن جواب بدند، همه چیز را به مشیت الهی میبندند. میگن اگر خدا میخواست ما اینها را عبادت نمی کردیم، خدا خواسته که ما عبادت بکنیم. خیلی از مسلمانان که هم واقعا دنبال جهل هستن، واقعا جاهل هستن، اونها هم پاسخشون همینه. وقتی که بپرسی چرا این کار را کردی، میگه خدا خواست، اگر خدا نمیخواست من نمیکردم. چرا نماز نمیخوری، میگه خدا میخواد، اگر خدا بخواد میخوانم. یعنی چه؟ این که نشد جواب. الله عزوجل اینجا توبیخ میکند، سرزنش میفرماید این مشرکینی را که این جواب را میدند. این در واقع تفره رفتن است، این در واقع فرار از مسئولیت است که بهشون گفته میشه که چرا شما فرشتگان را عبادت میکنید. میگه خدا اگر نمیخواست ما عبادت نمیکردیم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اگر رحمان میخواست ما عبادت نمیکردیم. حتما رحمان میخواد که ما عبادت میکنیم. ما لهم بذلك من علم، اینجا خدای عزوجل میفرماید این که اونها را عبادت میکنه هیچ نوع دلیلی ندارن، نه دلیل عقلی، نه دلیل نقلی، نه دلیل وحی، که اینو خدمت شما توضیح میدم. اما این که بعضی وقتا مردم همه چیز را به مشیت الهی معلق میکنند، بر اساس این آیه یکی از بزرگترین اشتباه انسان هاست. ببینید درسته هیچ چیز بدون مشیت الهی نمیشه. در دنیا هر اتفاقی میفته بر مشیت الهی است، بر خواست الهی است. اما خداوند عزوجل و ما تشاءون الا ان یشاء الله، شما هیچ چیزی نمیخواید تا زمانی که خدا نخواد. اما خدای عزوجل خواستش چیزی دیگه هست، رضایش چیزی دیگه هست. این دوتا را فرق بکنید، این دوتا را جدا بکنید از هم دیگه. خدای عزوجل انبیاء را فرستاد. قبل از اینکه انبیاء را بفرستد خداوند همه چیز را آفرید، هم خوبی ها را آفرید، هم زشتی ها را آفرید، هم خیر را آفرید، هم شر را آفرید، هم ایمان هم کفر. اینا همه خلق خدا هستند. و بعد به من شما انسان ها حکم فرمود که از اختیارتون استفاده کنید. به هر یکی از من شما اختیار داده، به ما اختیار داده که ما کدوم را انتخاب میکنیم، ایمان را انتخاب میکنیم یا کفر را. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کسی میخواد ایمان بیارد، هر کسی میخواد کفر کنه. این اختیار را الله عزوجل به انسان ها داده. هر کسی میخواد راه عفت را انتخاب کند، هر کس میخواد راه بی عفتی را انتخاب بکند. هر کس میخواد راه صحیح را انتخاب بکند، هر کسی میخواد راه غلط را انتخاب بکند. خداوند ما را بالاجبار بر صراط مستقیم قرار نداده که اگر بالاجبار بر صراط مستقیم قرار بده این میشه ایمان جبر. اگر ما را بالاجبار بر راه کفر العیاذ بالله قرار بده این میشه باز هم جبر و ظلم. لذا الله عزوجل به انسانها اختیار داده. درسته همه چیز به مشیت الهی است، اما رضای الهی در راه ایمانه، در راه خیره، در صراط مستقیمه. الان چون که انسان اختیار داره، بعد انبیاء را فرستاد، به انسان همه حواس را داد، چشم داد،
گوش داد، زبان داد، عقل و فهم داد، درک داد، انبیا را فرستاد، کتاب ها را هم الله عزوجل فرستاد. اینها همه ممد هستند، ما را کمک میکنند که ما چیکار بکنیم؟ راه خیر را انتخاب بکنیم. این همه حواس خمسه، بعد از حواس خمسه عقل، خداوند به ما عقل داد. بعد از عقل دلایل آفاق و دلایل انفس، یعنی یک سری دلایلی در وجود خود ما هست، یک سری دلایلی که داریم میخوانیم در این عالم هست. این آسمان، این زمین، دریاست، کوه، اینا همه هستند. مزید بر آن انبیا را هم فرستاده، کتاب ها را هم فرستاده. اینها را فرستاده، باز به ما اختیار داده که ما کدوم راه را انتخاب میکنیم. الان ما راه غلط را انتخاب بکنیم، بگیم خدا خواسته، خدا از این ناراضی میشه، چون که الله عزوجل به ما اختیار داده، ما را جبر نکرده که ما بریم بر راه غلط. بنابراین هر کسی که بگوید خدا خواسته، این از جاهلیتش است. خدا بهت انتخاب داده، خدا تو را آزاد گذاشته. ببین هر یکی از شما الان میدونین من اختیار دارم از اینجا از مسجد برم بیرون یا نرم. این اندازه انسان درک میکنه که اختیار داره. هر کسی میدونه که من میتونم برم نماز بخونم نخونم، این اختیار را خدا بهش داده. پس بنابراین اگر انسان اشتباهات خودش را به خواست و مشیت الهی نسبت بده و خواست و مشیت الهی را بهانه قرار بده، این مسئولیت گریزی هست، این تفره رفتن است، بر این الله ناراضی هست و اینجا توبیخ می کند. لذا الله می فرماید وقالوا لو شاء الرحمن، مشرکین می گویند اگر رحمان می خواست ما عبدناهم، ما اینها را عبادت نمی کردیم. الله می فرماید ما لهم بذلك من علم، این نفی دلیل عقلی است. اینها هیچ نوع علمی نسبت به این ندارند، یعنی هیچ دلیل عقلی برای عبادت اینها ندارند. پس اینها از کجا عبادت میکنند؟ انهم الا یخرصون، اینها نیستند مگر تخمینا، بدون اینکه دلیلی باشد تخمینا یک چیز را میگند و عمل میکنند. پس اینها در واقع قول محققی نمیگن انهم الا یخرصون. تفسیر مظهری نوشته ای یقولون قولا باطلا بالظن والتخمین، قولا باطلا، یک قول باطلی، یک سخن باطلی از روی ظن و تخمین میگن، از روی گمان میگن، هیچ سخن محققی و مدللی اینها ندارن. پس این نفی دلیل عقلی شد برای عبادت ملائکه. نفی دلیل نقلی، ام آتیناهم کتابا من قبله، آیا ما به اینها قبل از این قرآن کتاب دیگر دادیم؟ من قبله ای قبل از قرآن، فهم به مستمسکون، که اینها به اون کتاب مستمسک هستند، به اون کتاب چنگ زدند، اون کتاب را محکم گرفتند؟ خیر، اینها کتابی هم ندارند، یعنی دلیل نقلی ندارند. پس آیا خداوند به اینها گفته؟ یعنی دلیل وحی؟ الله می فرماید اون هم نیست. پس دلیل اینها چیه؟ تقلید کورکورانه از آبا و اجداد. الله می فرماید بل قالوا، بلکه اینها می گویند انا وجدنا آباءنا علی امت، همانا ما یافتیم پدرانمان را بر یک روشی. سبب زلالت اینها چیه؟ تقلید کورکورانه آبا. و انا علی آثارهم مهتدون، ما بر نشانات قدم های اونها هدایت یافتیم. یعنی هدایت ما در صورتی است که ما بر نقش قدم آبا و اجداد بریم. این هست دلیل اینها. پس معلوم میشه که دلیل وحی هم ندارند، دلیل نقل هم ندارند، دلیل عقل هم ندارند. و كذلك ما ارسلنا، این هم متعلق به همین است. الله عزوجل می فرماید این استدلال مال این قریش مکه نیست. همه جهلا، همه بیسوادها، همه نادانها در طول تاریخ استدلالشون همین بود که دین آبایی و اجدادی. الله می فرماید و كذلك ما ارسلنا من قبلك،
همچنین ما نفرستادیم قبل از شما ای محمد صلی الله علیه و سلم فی قریه من نذیر، در هیچ قریه هیچ نذیر و ترساننده هیچ پیامبری را الا قال مترفوها، مگر در پاسخ اون پیامبران گفتند انسانهای مرفه. همیشه کسانی که با پیامبران درگیر میشن، جر و بحث میکنند، انسانهای خوشگذران اون شهر هستند، انسانهای مرفه اون شهر هستند. الله میفرمه الا قال مترفوها، وقتی که مرفهین گفتند بقیه فقیر فقرا هم تابع اونها چی گفتند؟ انا وجدنا آباءنا علی امت، ما یافتیم پدرانمون را بر یک روشی، و انا علی آثارهم مقتدون، ما اقتدا می کنیم بر نشانات اقدام اونها، بر مسیر اونها ما می رویم، یعنی ما از اونها تقلید می کنیم، از اونها تبعیت می کنیم. اما جواب رسول چی بود؟ هر پیامبری که آمد پیامبران گفتند ای قوم، ای ملت، اگر من پیامبر روشی بهتر از روش شما، راهی راستر از راه شما بهتون نشان بدم، باز هم شما از پدرانتون تبعیت میکنید؟ قال اولو جئتکم، جواب رسول گفت پیامبر اونها اولو جئتکم، قبل از این ای همزه استفهامیه فعل مقدر است، یعنی اتتبعون آباءکم ولو جئتکم، بعد از همزه استفهام چی مقدر است؟ تتبعون آباءکم، ای قوم، ای ملت، اتتبعون آباءکم، آیا شما از پدرانتون تقلید میکنید؟ ولو جئتکم باهدا، گرچه من پیامبر بیاورم پیش شما دینی که اهدا باشد، بر هدایت بیشتر باشد، ای بدین اهدا، من دین اهدا بیاورم مما وجدتم علیه آباءکم، از آنچه که یافتید پدرانتون را، آیا باز هم حرف من قبول نمی کنید؟ اونها جواب دیگه نداشتند. اناد قوم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، ای پیامبران اون چه که شما فرستاده شدید برای اون مطلبی که شما آمدید ما قبول نداریم. شما یکتاپرستی میخواهید، شما میخواهید ما آلهه را رها بکنیم، ما نسبت به اون چی هستیم کافرون، یعنی منکریم، کافریم، ما یکتاپرستی را قبول نداریم. الله میفرماید وقتی که اینها جواب رسول را اینگونه دادند، سربالایی دادند و صاف صاف انکار کردند، فانتقمنا منهم، ما از اونها انتقام گرفتیم. الان برو در تاریخ بگرد نتیجه اقوام گذشته را، فانظر کیف کان عاقبت المکذبین، ببین عاقبت و نتیجه تکذیب کنندگان چی شد، اونهایی که تکذیب کردند رسول الهی را. و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون، خداوند به صورت اجمال از انبیا گفت، از اقوام گفت، حال به صورت تفصیل بیان می فرماید. اولین دلیل نقلی تفصیلی از سیدنا ابراهیم است که ببینید ابراهیم همین دعوت به یکتاپرستی را، دعوت به سوی اله واحد را با چه دلائلی اثبات فرمود. الله می فرماید و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه، زمانی که گفت ابراهیم برای پدرش و قومش گفت اننی براء مما تعبدون، ای پدر ای قوم من بری هستم، من بیزار هستم، مما تعبدون از عبادت اون چه که شما عبادت میکنید، الا الذي فطرنی فانه سيهدين، الا بمعنی لكن هست، استثناء منقطع است، لكن الذي فطرنی، اما اون ذاتی که مرا خلق فرمود، مرا آفرید، فانه سيهدين، سیهدین برای قریب نیست، ان قریب مرا هدایت میکنه. ابراهیم علیه السلام هدایت یافته بود، این سین
گاهی برای تقریب میاد، گاهی برای تأکید میاد. اینجا برای تأکیده. سیهدین یعنی حتما مرا راهنمایی میکند. لذا ابراهیم اینگونه آشکارا شفاف مسئله توحید را پیش قوم عنوان کرد. الله می فرماید و جعلها کلمتا باقیه. خداوند قرار داد این کلمه توحید را، جعلها الضمیر المنسوب لكلمة التوحید اعنی لا اله الا الله، همین الا الذی فطرنی همون لا اله الا الله است که اننی براء مما تعبدون، بیزاری از خدایان اونها میشه لا اله. اننی براء مما تعبدون، از خدایان شما بیزارم یعنی لا اله. الا الذی فطرنی الا الله. بس شما یه وقتی اعتراض نکنید که جعلها قبل از این لا اله الا الله کجا گذاشته که مرجع ضمیر است. لا اله الا الله ضمناً در اننی براء و در الا الذی گذاشت. پس و جعلها، خداوند این کلمه طیبه را کلمتا باقیتا، یک کلمه باقی که یادگاری بود از ابراهیم، گذاشت فی عقبه، پشت سر ابراهیم، فی عقبه یعنی فی اولاده و ذریته، لعلهم یرجعون، شاید اولاد ابراهیم که همین مشرکین مکه باشند، همین قریش مکه باشند، اینها برگردند از شرک، برگردند از غیر الله پرستی. و باز خدای عزوجل بالخصوص در رابطه با مشرکین مکه می فرماید، در رابطه با اولاد ابراهیم میگه. چون اینجا سوال میشه که آیا اولاد ابراهیم با توجه به این که ابراهیم این وصیت را کرد نباید مشرک نمی شدند؟ باید مشرک نمی شدند دیگه. آیا مگر شبهاتی در رابطه با توحید بود که بعضم اونا شرک را قبول کردند؟ الله می فرماید نخیر، ما بقی موضع شبهه، اینجا هیچ جای شبهه نماند. پس چه چیزی علت شد، چه چیزی باعث شد که فرزندان ابراهیم در حالی که پدرشون سیدنا ابراهیم علمبردار توحید بود، پرچمدار یکتاپرستی بود، چرا فرزندان ابراهیم رفتن به سوی غیر الله پرستی؟ مگر همین قریش مکه، مردم مکه از احفاد ابراهیم نبودند؟ از اولاد ابراهیم نبودند؟ چرا اینها غیر خدا را پرستش کردند؟ چرا اینها بت پرستش کردند؟ چرا فرشته پرستش کردند؟ چرا جنات را پرستش کردند؟ الله عزوجل پاسخ میده، جواب میده. الله میفرماید بل متعت هؤلاء و آباءهم، اون چیزی که باعث برگشتن از توحید شد چی بود؟ این بود که اینها در دنیا ما به اینها متاع دادیم، کالا دادیم، منظور مادیات را به اونها دادیم، مادیات اینها را گمراه کرد. بل متعت هؤلاء و آباءهم، بلکه ما استفاده و بهره‌گیری دادیم به اینها و پدرانشان، حتی جاءهم الحق، حتی که حق پیش اینها آمد. یعنی تا به حال زنده بودند تا اینکه حق آمد، یعنی قرآن آمد و رسول مبین، رسول آشکار، رسولی که همه چیز را ظاهر و آشکار بیان میکنه آمد. یعنی الله عزوجل میفرماد تا اینکه تو مبعوث شدی با کتاب حق ای محمد رسول الله. اما این بدبخت ها مردم مکه و قریش مکه چه انتقاداتی بر رسول الله کردند. ببینید انتقادات و اشکالاتشون را. ولما جاءهم الحق، زمانی که حق آمد، قالوا هذا سحر، ابتدا متهم کردن به جادو، العیاذ بالله، این جادو هست، و انا به کافرون، ما نسبت به این منکر هستیم، ما قبول نداریم. جادو گفتند کار رسول الله را، کتاب رسول الله را، قرآن پیامبر را. و بعد اشکال دیگریشون این بود، ببین خدا بهتر میدوند چه کسی لایق پیغمبری هست و چه کسی نیست. مشرکین مکه که عقل تو چشمهایشون بود، اونها بر این پندار بودند، بر این گمان بودند که هر که پول بیشتر داشت باید اون پیغمبر بشه.
یا هر که سرداریش مقامش پستش بالاتره اون باید سردار بشه. لذا عمده اعتراضشون همین بود که چرا اگر بناس پیامبری داده بشه، اگر بناس که بعثتی صورت بگیره، چرا بر مردانی بزرگ مثل سردار مردان، مثل بزرگ مردان، مثل سرمایداران، چرا یکی از اونها پیامبر نشد؟ غافل از این که الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله بهتر میداند که رسالت را و پیامبری را کجا بده، بکی بده. الله قلبها را نگاه میکنه نه پولها را. الله عزوجل درون را نگاه میکنه نه بیرون را. لذا الله میفرماید اونها چه اعتراضی کردند؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن، آنان گفتند چرا نازل نشد این قرآن على رجل من القريتين عظیم، بر مردی از دو قریه. منظور از دو قریه بنویسین مکه و طائف. یعنی چرا یک سردار از اهل مکه یا پیامبر میشد یا از طائف؟ منظورشون در مکه ولید ابن مغیره بود که بظاهر عاقل ترشون بود، باسواد ترشون بود، با فرهنگ ترشون بود، دور دیده و دنیا دیده بود، همه جا رفته بود. و منظورشون از سرداری که در طائف بود عروة ابن مسعود ثقفی بود. عروة ابن مسعود ثقفی می گفتند على رجل من القريتين عظیم، عظیم صفت رجل است، ای على رجل عظیم من القريتين، بر بزرگ مردی، بر رئیسی که از این دو قریه باشه. بر یکی از رؤسا چرا پیامبری نیامد؟ چرا اونها پیامبر نشدند؟ الله عزوجل می فرماد اهم یقسمون رحمت ربک، مگر تقسیم رحمت پروردگار به دست اینهاست؟ اینها باید نبوت را بگند که به چه کسی ما بدیم؟ اینها باید مستحق را پیدا بکنند؟ ذی حق کیه؟ نخیر، همه چیز به دست ماست. ما بهتر میدونیم چه کسی صلاحیت داره، چه کسی لیاقت و ارزشش را داره. لذا الله می فرماید اهم یقسمون رحمت ربک، منظور از رحمت رب پایینش بنویسید رحمت خاصه، یعنی نبوت. آیا نبوت را اینها تقسیم می کنند؟ نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. الله می فرماید نبوت به جای خود همین مادیات را هم ما تقسیم کردیم. مادیات را، پول را، عرض کنم رزق و روزی را ما برای انسان ها دادیم. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، ما تقسیم کردیم بین آنان معیشتشون را در زندگی دنیا. به یکی زیاد دادیم، به یکی کم دادیم. یکی گرسنه سیر نمیشه، یکی نمیدونه از بس زیاد داره چی کار بکنه. این تقسیم الهی هست. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، الله می فرماید ما بلند کردیم بعضی را فوق بعضی از نظر درجه، یعنی به بعضی مرتبه دادیم، به بعضی درجه دادیم، بعضی را بیشتر دادیم، بعضی را کمتر دادیم. چرا؟ شاید به ذهن شما هم بیاید، قبلا هم این سوال را مطرح کردم، چرا خداوند به همه یکسان نداد؟ بعضی میگه العیاذ بالله این ظلم است، به یکی زیاد داده به یکی کم داده، یکی فئودال است و سرمایدار هست، یکی فقیر نان شب نداره. الله عزوجل حکمت را بیان فرموده. اینجا قبلا هم گفتم که در سوره زخرف حکمت بیان شده، حکمت همینه. الله می فرماید لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا که بعضی را به عنوان خدمتگار بگیرند، خدمت کننده بگیرند. اگر خداوند به همه فراوان میداد، همه داشتند، همه سرمایدار بودند، هیچ نیازمندی نبود، اون وقت نظام دنیای ما مختل میشد. الان نه، الان الله عزوجل سرمایدار و فقیر آفریده،
سرمایدار محتاج فقیره، فقیر محتاج سرمایداره. سرمایدار میخواد باغی درست بکنه، خب خودش نمیره بیل بزنه، چیکار میکنه؟ فقیر را استخدام میکنه که تو بیا برای من باغم را درست بکن. خب پس سرمایدار هم محتاج فقیر شد، فقیر هم میره برایش کار میکنه، فقیر هم برایش زحمت میکشه چون نیاز به پول داره. پس ببین هر دو تا محتاج همدیگر هستند. سرمایدار میخواد برای خودش برج درست کنه، میخواد ساختمان درست کنه، لذا نیازمند هست که کسی کار بکنه، کسی میره کار بکنه که محتاج باشه. اگر فرض کنید همه بودن میلیاردر، همه داشتند، اون وقت خدمات را کی انجام میداد؟ کارها را کی انجام میداد؟ نظافت را کی انجام میداد؟ بقیه امور را کی انجام میداد؟ لذا الله عزوجل ما را طبقه بندی کرده تا در کارها هم چی باشیم؟ طبقه بندی بشیم. اگر همه داشتیم، اگر همه از کنم که میلیاردر بودیم، اون وقت باید از گرسنگی جان میدادیم. کی برای ما غذا درست میکرد؟ کی برای ما گوسفند پرورش میکرد؟ کی برای ما کشاورزی میکرد؟ کی برای ما گندم و برنج و اینا؟ چون همه سرمایدار بودند. به این خاطر الله عزوجل برای اصلاح نظام متفاوت آفریده. این حکمت و مصلحت الهی هست. متفاوت آفریده لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکه بعضی را به عنوان خادم و به عنوان خدمت بگیرن. اما و رحمت ربک خیر مما یجمعون. الله می فرماید ملاک برتری پول نیست، ملاک برتری سرمایه نیست، بلکه رحمت رب بهتر است از اونچه که مردم جمع میکنن. رحمت رب چیه؟ نبوت است. یعنی عروه ابن مسعود ثقفی چون سردار است، پولدار است، یا اینکه ولید ابن مغیره چون پول زیاد داره، مال زیاد داره؟ نه خیر، از این بابت بهتر نیست، بلکه بهتر اونی هست که رحمت رب با او هست. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سید اولین و آخرین، این بهتر است. و رحمت ربک خیر مما یجمعون. حال برای تکمیل جواب خداوند یک مثالی بیان می فرماید. سبحان الله، عجیبه، حقیقت دنیا جلوی چشمای ما میاد. الله عزوجل می فرماید برای بی ارزش بودن دنیا، شما میگید ولید ابن مغیره ارزشمند چون پول داره، عروه ابن مسعود ثقفی باید پیامبر بشه چون پول داره. الله می فرماید ارزش پول نزد من اینه که ولولا ان یکون الناس امه واحده، اگر بیم این نبود، اگر خطر این نبود که همه مردم امت واحده میشن، یعنی همه مردم کافر میشند، این خطر بود. اگر ما این کار را میکردیم همه مردم کافر میشدن، فکر میکردن حتما مسیر کفر و راه کفر راه درستی هست، و الا ما این کار را میکردیم. چه کاری؟ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، ما قرار میدادیم برای اون انسانی که نسبت به رحمان کفر میکند، یعنی نسبت به خدا کفر میکند، ما برای او قرار میدادیم لبیوتهم سقفا من فضه، خانه های اونها سقفی از نقره، و معارج، و پله هایی که علیها یظهرون، این پله ها هم از نقره بودند و بر اونها بالا می رفتند. یعنی خداوند می فرماید ما به کفار خونه های طلایی و نقره‌ای می دادیم، سقفشون از نقره، عرض کنم پلکان هم از نقره که بر اونها می رفتند. ولبیوتهم و ابوابا و سرورا، و همچنین خانه هایشون درهای نقره‌ای و سرورا تخت خواب های نقره‌ای که علیها یتکئون، بر اونها تکیه می دادند. و زخرفا ای نعطیهم زخرفا، و همچنین بهشون طلا می دادیم، یعنی خانه های طلایی، خانه های نقره‌ای. ولی ما اگر بدهیم به کفار همه چیز داشته باشند، اون وقت مسلمان غریب فکر میکرد که حتما راه کفر
راه درستیه که این همه ناز و نعمت دارن، همه میرفتن کافر میشدن. پس این خطر بود، این بیم بود، به این خاطر ما کفار را ندادیم، و الا دنیا چنان پیش ما بی ارزش است که الله میخواستیم در دنیا به کفار اینقدر بدهیم. و این کل ذلك لما متاع الحیات الدنیا. الله میفرماید نیستند همه و همه مگر کالای زندگی دنیا هستند، کالای فریب دنیا هستند. این طلا، این نقره، این ساختمان، این تخت، این عرض کنم آپارتمان، اینها به چه درد میخورند؟ والآخرة عند ربک للمتقین. اون چیزی که نزد رب ارزش دارد، نزد رب بها دارد و اهمیت دارد، آخرت است. للمتقین، برای متقیان، برای کسانی که از الله میترسند. لذا در ادامه الله عزوجل برای کسانی که باز هم دنبال این مسائل هستند و از دین فاصله میگیرند، به خاطر مادیت، به خاطر دنیا، به خاطر متاع دنیا از دین فاصله میگیرند، الله عزوجل میفرماید این انسانها قرینشون، همراهشون، همرکابشون، رفیقشون شیطان است. الله میفرماید و من یعش عن ذکر الرحمن، هر کسی زندگی بکند چنان زندگی که غافل باشد از ذکر رحمان، یعنی از قرآن غافل باشد، از دستورات قرآن غافل باشد، از اوامر قرآنی غافل باشد، نقید له شیطانا، ما مسلط میکنیم برای او شیطانی، ما مسخر میکنیم برای او شیطانی، فهو له قرین، این شیطان همراه او هست، قرین او هست، همیشه همراهش هست، دوشا دوش اون هست. و این شیطان چیکار میکنه؟ مشغله شیاطین مگه چی هست؟ میزن انسان را؟ نه. و انهم لیصدونهم عن السبیل، همانا این شیاطین باز میدارند آنها را از راه صحیح، از راه الله باز میدارند. و یحسبون انهم مهتدون، انسان چنان گمراه میشه که فکر میکنن ما بر هدایتیم. از کجا چنین فکر میکنن؟ شیطان مغزشون را خراب کرده، شیطان فکرشون را خراب کرده، بر مسیر گمراهی افتخار میکنند و اهل دین را و صاحبان شریعت را مسخره میکنند. حتی اذا جاءنا، نتیجه اخروی در آخرت اینها چه حالی دارند؟ اینهایی که در دنیا شیطان قرینشان هست. حتی اذا جاءنا، حتی وقتی که اینها پیش ما می آیند، به محضر ما حاضر می شوند، چنان ندامت و افسوس می خورند. قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ای کاش بین من و بین تو ای شیطان بعد المشرقین، به اندازه دوری مشرق و مغرب بود. مشرق و مغرب چقدر از هم دور هستند؟ ای شیطان لعین، تو که مرا در دنیا گمراه کردی، کاش که من و تو به اندازه مشرق و مغرب از هم دیگه چی داشتیم؟ فاصله داشتیم. فبئس القرین، واقعا قرین بدی هست، همراه بدی هست شیطان. اما الله عزوجل می فرماید ولن ینفعکم اليوم، امروز برای شما این تمنا فایده نمی بخشد. تو تمنا میکنی که از شیطان دور بودی، این تمنا به درد نمی خورد. در همون دنیا ازش فاصله می گرفتی، در همون دنیا ازش دور می شدی. ولن ینفعکم اليوم اذ ظلمتم، چون که شما ظلم کردی، این علت است. اذ ظلمتم بنیست علت، ظلمتم هم بنیست اشرکتم، چون که شما شرک کردید. لذا الان پشیمانی اینجا فایده نداره. انکم فی العذاب مشترکون، همانا شما در عذاب مشترک هستید. شما الان مشترکید، هم تابع هم متبوع، هم شیطان هم کسی که دنبال روی شیطان بوده. شما همه در عذاب مشترک هستید. افانت تسمع الصم، ببینید این مشرکین
که این همه استدلالات برایشون بیان میشد، این همه دلایل برایشون بیان میشد، بازم اینها حالیشون نمیشد، اینا چیزی نمیفهمیدن. لذا الله عزوجل به پیامبرش میفرماید افانت تسمع الصم، ای حبیب آیا تو میتوانی بشنوانی این ناشنواها را، اینایی که کر هستند، او تهدی العمیه، یا میتوانی راهنمایی بکنی نابیناها را. و من کان فی ضلال مبین، اون کسی که در گمراهی آشکار است، در ضلالت آشکار است، اون میتونی که راهنمایی بکنی؟ نه خیر، کار خداست، کار شما نیست. نفی مختار کل، پیامبر حتی مختار کل هم نیست، مختار کل الله است. پیغمبر چه کاره هست؟ ان علیک الا البلاغ، بر پیامبر فقط بلاغ است، بر رسولان بلاغ است و بس، بر پیامبر فقط تبلیغ احکام است. لذا الله عزوجل تخویف دنیوی بیان می‌فرماید. این سوره مکی هست، الله وعید بیان می‌فرماید. در مکه کسی فکرش نمی‌کرد که ای پیامبر یا در حیات شما یا بعد از وفات شما ما اینها را به عذاب سخت گرفتار میکنیم، فاما نذهبن بک، یا اینکه ما تو را میبریم، یعنی از این دنیا، فانا منهم منتقمون، به هر حال ما از اونها انتقام میگیریم، از اونها انتقام را میگیریم. او نرینک الذی وعدناهم، یا که ما به تو نشان میدهیم آن چیزی که ما با آنان وعده کردیم. خداوند چی وعده کرده بود؟ عذاب را ما به تو نشان میدهیم. چنانچه رب العالمین در روز بدر و امثال بدر به رسولش، به حبیبش نشان داد. به هر حال ما چه قبل از اون شما را بمیرانیم، وفات بدهیم، یا اینکه به شما نشان بدهیم، فانا علیهم مقتدرون، ما بر آنها چی هستیم؟ مقتدر، توانا، توانمند. پس ای پیغمبر شما نگران عذاب نباش، شما مسیر خودت را بگیر. پیغمبر باید چیکار بکند؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک، تو محکم بگیر آن کتابی را، آن قرآنی را که وحی میشه به سوی تو. وظیفه تو محکم گرفتن به قرآن. لذا عزیزان قرآن بهترین ابزار هست برای اینکه ما محکم به قرآن چنگ بزنیم. میخوای به من نزدیک بشی؟ با کلام من، تلاوت کلام، تدبر در کلام، تفکر در کلام. لذا الله عزوجل اینجا هم به پیغمبرش میگه که ای پیغمبر ما چه در حیات شما چه بعد از وفات شما ما اینها را عذاب بدیم، عذاب میدیم، اما شما چی کار کن؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک، به اون قرآنی که به سوی تو وحی می شود به اون چنگ بزن. انک علی صراط مستقیم، همانا شما بر صراط مستقیم هستید. و بعد الله عزوجل درباره قرآن میگه و انه لذکر لک ولقومک، این قرآن شرفی هست برای شما و برای قوم شما. لذکر دو تا معنا داره، یکی این که این قرآن شرف هست و دیگر این که تذکر و پند و اندرز هست. شرف است به چه صورت؟ که این قرآن در اولین نزولش بر قوم تو نازل شد، بر اساس احوال اونها نازل شد، به زبان اونها نازل شد، باید افتخار بکنند، باید ببالند قوم تو. قرطبی گفته یعنی القرآن شرفا لك ولقومك من قریش اذ نزل بلغتهم وعلى رجل منهم، چون که به زبان اونها نازل شد و بر مردی از اونها نازل شد. باید قریش افتخار میکرد که بر مردی از ما، بر بزرگ مردی مثل محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم این قرآن نازل شده. اما این بدبخت ها به جای اینکه افتخار بکنند،
تمسخر می کردند، استهزا می کردند، اذیت و آزار می رسوندند. و انه لذکر لک ولقومک. اما حضرت حسن بصری رحمه الله می فرماید مراد از قوم اینجا قریش نیست، مراد از قوم امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. قال الحسن القوم به ها هنا امته. مراد از قوم امت است و مراد از ذکر پند و اندرز است. پس معنی چی میشه؟ این تفسیر دوم است. والمعنى و انه لتذکرة و موعظة. ای پیامبر این قرآن تذکره و موعظه است برای تو و برای امتت. و انه لذکر لک ولقومک و سوف تسألون. آیه تکان دهنده ای هست. الله ما را از حقوق قرآن در مقابل حقوق واجبه قرآن ما را متعهد و موفق بگرداند. الله می فرماید و سوف تسألون، ان قریب از حقوق واجبه قرآن شما بازخواست میشید، سوال میشید که چه کسی نسبت به قرآن و نسبت به حقوق قرآن متعهد بوده و چه کسی کوتاهی داشته، چه کسی نسبت به تلاوت قرآن، نسبت به تدبر در قرآن، نسبت به عمل به قرآن، نسبت به نشر قرآن چه کسی تعهد داشته و چه کسی در این باب کوتاهی کرده. و سوف تسألون، ان قریب در این باب شما سوال میشید. الله عزوجل به همه ما توفیق بده که نسبت به حقوق قرآنی ما پایبند باشیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. پروردگارا اله العالمین بر ما لطف بفرما، بر ما فضل و احسان بفرما و ما را نسبت به حقوق قرآن، نسبت به وظائفی که در مقابل قرآن داریم واقف و آشنا بگردان، متعهد و پایبند بگردان. مولا ما را فهم قرآن نصیب بفرما، درک قرآن نصیب بفرما و عمل به قرآن توفیق بفرما. پروردگارا رب به ما توفیق بده که زندگی ما، نشستن و برخاستن ما، عمل ما، طاعت ما، عبادت ما، معامله ما، معاشره ما همه و همه مطابق دستور قرآن باشد. پروردگارا رب دنیا و آخرت ما را همراه با قرآن بگردان، در دنیا بر قرآن عامل باشیم و در قبر نوری برای ما باشد، ضیایی برای ما باشد، همان گونه که حبیب تو مژده داده. پروردگار روز قیامت قرآن را بر علیه ما شاکی نگردان، به نفع ما شافی بگردان. اله العالمین پروردگار بر ما لطف بفرما، بر ملت ما لطف بفرما، همه ما را به سوی قرآن رجوع عنایت بفرما، همه ما را عامل قرآن و قدردان قرآن بگردان. مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات دینی و دنیوی را حل بفرما. به همه ما دین و ایمان نصیب بفرما، ایمان کامل، دنیای صالح، رزق حلال نصیب بفرما. مشکلات همه امت را، همه ملت را حل بفرما. گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما، وسیله آزادی زندانیان فراهم بفرما. پروردگار هر کسی هر حاجتی دارد، هر مشکلی دارد، مولا تو مشکل کشایی، تو حاجت روایی، مشکلاتش را حل بفرما. خاتمه ما را با ایمان بگردان و آخرت ما را آباد بگردان. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا رب.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.